میدونستی اگه لیوان یه بار مصرف یکیشو بگیری 2 تا لیوان 2 بار مصرف میاریم، تشو یه سوراخ کوچیک کنی، یکیشو میاریم، یه دونه فندک و چاقو، لیوانمونو میاریم، تشو با این سوراخ، یه دونه نه 2 طرف رو چسب ببندی، یه نی میاریم با یه چسب، نیمون میبندیم. چون این پروسه خیلی دستکشه نیو تو لیوانت وارد کنی، این لام کنیم تو این داخل، داشو با قیچی بگیری، قیچی پیدا نکردم، دستی میباریمش، برشم آب بندی کنی با چسب، دوباره فندک و سیخ چسب حرارتیمونو میاد قورت میده. حالا داخل لیوانت آب بریزی، نصف هیچ آبی نمیریزه، قبل تستش اگه دوست داشتی این ویدیو رو تموم شد. لیوان و کاسمونو میاد خیلی ترس. لیوان رو تا نصفه پر میکنی، میبینیم که آب نمیریزه. اگه پرش کنی میبینی که آبش میاد، اگه کامل پرش کنی میبینیم که آب میریزه. پشمام. حالا این چه به درد